هیچ کس رو شاخ نکنه، هیچ کس، یعنی جز پدر مادرت که بهت محبت کردن، اونم هدیه خداونده. فقط به اونا احترام بذار، به خانواده خودت، فقط به خانواده‌ت و پرورده. هیچ کس رو بزرگ نکن، هیچ کس. تو دو تا دست داری، دو تا پا داری، دو تا چشم داری، عقل داری. تو این دنیا اومدی، تو انتخاب شدی بیای تو این کره زمین، منم انتخاب شدم تو این کره زمین. مگه من میتونم حرکت اضافه تر از تو بکنم؟ مثلا من میتونم پرواز بکنم، تو نمیتونی. یا من مثلا میتونم آینده رو تشخیص بدم، تو نمیتونی. هر چی تو داری منم دارم. چون من دارم مهربونی میکنم، انقدر مردم مهربونی ندیدن فکر میکنم من آدم خیلی خوبی هستم. نه، من یه آدم عادی هستم. من مثل شما فرشتم، ولی بدبختی که انقدر اونجا زور گفتن و به شما دروغ و دغل گفتن، من بعضی موقع خدا شده تمام دایرکت من تو سلطانی، تو امامی، تو پیغمبر. نه آقا جان، این کسی هیچ کی رو بزرگ نداره. ما همه برابر، برادر خواهر همینجوری در کنار هم هستیم، هموطنیم، در کنار هم.